با شرابش بسازی، قمارباز از با قماربازیش بسازی، بازنگر و موسیقیدان و دلاک از امروش دوستی داشته باشی، باز بسیار خوب مسلمان هستی، خوب دعوتگر هم هستی. نه خیر طور نیست. راه توحید و سنت راه حیل دشواری است. تمام انبیا علیهم السلام در را جانهای مبارک خود فدا کردیم و این جان ناقابل ما چی باشد که ما و شما از هر طواغیت بترسیم و از سخنان بیهوده مردم بترسیم. بعضی از مردم ها را اگر دیده باشین میگن که اینها زیاد افراط میکنن، اینها اینطور. این چیزی هست که رسول صلی الله علیه و سلم گفته بود که روزی میشد که این دین اسلام پس به غربت میرد و من و شما هم زیاد مبارزه بکنیم، در پشت سخن بیهوده مردم نگردیم، آنچه که الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته برسانیم، بالای خود عمل بکنیم، بالای فامیل خود عمل بکنیم و از هیچ کسی هراس نداشته باشیم بجز الله سبحانه و تعالی. الله متعال در سوره مائده می فرماید فلا تخشوا الناس واخشونی، از مردم نترسید، از الله بترسید. اگر به این مردم اعمالشان قبول بکنی، اعمالهای شرکی و کفری و طاغوتی و خرافاتی و بدعتی هایشان قبول بکنی، خیلی یک انسان خوب، یک مسلمان خوب هستی. مثل سیکولرها از دین و گپ نزنی، از دنیا زیاد گپ بزنی. اگر شرابی هست با شرابش بسازی، قمارباز از با قماربازیش بسازی، بازنگر و موسیقیدان و دلاک از امروش دوستی داشته باشی، باز بسیار خوب مسلمان هستی، خوب دعوتگر هم هستی. نه خیر طور نیست. اسلام عزیز همون طوری که دین معتدل هست، از خود برنامه های دارد که باید با کسایی که با الله و رسول مخالفت میکند با او سخت در مبارزه باشید، حتی پدر و مادرت باشه. بهترین دوستت باشه که مخالفت با حدیث رسول الله، مخالفت با الله و رسول میکند، چند بار دعوتش بته نشد، رابطه را قطع بکن. اسلام است تقاضا رو داره. درست است قطع روابط با مسلمانان درست نیست، مسلمانان واقعی، نه مسلمان های نام نهاد که از عملهای کفری را از کفر هم کده خوب عملی میکنن، تطبیق میکنن، تمثیل میکنن در افغانستان که همانا بی‌حجابی و فحشا و بی‌حیایی است. و من و شما هم زیاد زیرک و هوشیار باشیم، با سخنای مردم فریب نخوریم. هر چی که میگن، هر کلمه که برتون میگن، بسیاری از جهال نادان، کسی که اسلام و واقعی عمل بکند، داعشی، وهابی، فلان و فلان، اگر نه که اسلام بدلشان عمل بکنی، با سخنای دلشان عمل بکنی، عالم فامیده، انسان روشن فکر، استالای غربیشان قبول کنی، تو جوان روشن فکر، عالم روشن فکر است. اگر نکردی آنچه که الله و رسول الله گفته به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت دادی، حق حق گفتی، باطل باطل گفتی، بگوی دیگه جوان کونه فکر، افراطی، هر چیز، همه ای لقب ها را قبول بکنید انشاءالله. سربلندی هم از ما و شماست. مرگ در حقیقت نابودی نیست، مرگ زندگی است، مرگ حیات است و بالخصوص شهادت. و در رابطه به شهادت انشاءالله ما و شما یگان درس می داشته باشیم. شبها و روزها در رابطه به شهادت صحبت شود، خلاصی ندارد. و شهادت یکی از فضیلتش همی است دوستان عزیز، همی یک قطره خون یک شهید که بری زمین بیفته، تمام گناهش الله متعال بدون شرک عفو میکند، میبخشد. شهادت کدام شهادت باشه؟ فقط به خاطر الله متعال، به خاطر تطبیق شریعت الله، به خاطر سربلندی دین الله باشد. از هر راهی که شهید میشی مقصد به سربلندی اسلام باشد، شهادت است. نه ای که شب و روز در خدمت طواغیت و بعضی مردم های کمونیست باشی باز بگویی من شهید شدم. نه خیری، شهادت نیست، این مرداری است. خود را خوش نسازید بم یک نوشته کردن شهید و فلان و فلان. شهادت پیش الله است که کی شهید شده کی نمیشه و کی هدف شهادت داره و در نزد الله است. والله متعال برای یک و یکی از ما و شما شهادت در راه الله را نصیب بکند، در راه قرآن و حدیث را نصیب بکند.